اهرامات جیزه یکی از عجیب‌ترین سازه‌هایی هستند که قرن‌ها دانشمندان و پژوهشگران رو حیرت زده کردند. به خصوص هرم بزرگ خوفو. این هرم از 2,300,000 سنگ ساخته شده و این سنگ‌ها اونقدر بزرگ و سنگین هستند که وزن هر کدوم به بیش از 70 تن میرسه. علاوه بر این ارتفاع هرم حدود 150 متره. میدونم خیلیامون علاقه به اعداد و ارقام نداریم، ولی وقتی به این اعداد فکر کنیم واقعا شگفت انگیزن. حالا چطوری فرعونه اون مردمان سخت‌کوش و باهوش تونستن این سنگ‌های عظیم رو به این ارتفاع بالا ببرن؟ کاری که حتی توی دوران ما با وجود تکنولوژی پیشرفته و مدرن هنوزم سخته. سوال بزرگ اینجاست که چطوری انسان‌هایی که بیشتر از 4,000 سال پیش زندگی می‌کردن تونستن چنین سازه عظیمی رو بدون داشتن ابزار پیشرفته بسازن؟ نه ماشین‌آلاتی داشتن، نه تکنولوژی خاصی، فقط یه سری ابزار فلزی ساده، کمی چوب و البته نیروی انسانی. و شاید عجیب‌ترین قسمت این ماجرا اینه که اونها سنگ‌ها رو بدون هیچ نوع ملاتی مثل سیمان یا چسب روی هم قرار دادن. چطور چنین چیزی ممکنه؟ این سوال معمولاً دو جواب داره، یا اینکه فرعونه توانایی خارق‌العاده‌ای داشتن که از درک ما خارجه، یا اینکه روش‌های ساده اما بسیار خلاقانه رو استفاده کردن که نیازی به تکنولوژی پیچیده یا ابزار مدرن نداشت، اما به قدری ساده بوده که شاید به ذهن کسی نمی‌رسیده. من حسون هستم و توی این قسمت میخوایم به این سوال جواب بدیم که فرعونه چطور اهرام‌ها رو ساختن. ولی قبل از اینکه شروع کنیم، اگه هنوز کانال رو دنبال نکردید، همین حالا سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. داستان چگونگی ساختن اهرام پر از نظریه‌های مختلفه. بعضی از این نظریه‌ها کاملا رد شدن، بعضی‌هاشون پذیرفته شدن و بعضی‌هاشون واقعا عجیب و غریب هستن. مثلا یکی از این نظریه‌ها که میگه سازنده‌های اهرام موجودات فضایی بودن. دقیقاً همینطوری که شنیدید، موجودات فضایی. شاید براتون خنده‌دار به نظر برسه، ولی واقعا یه سری از پژوهش‌ها و مطالعات روی این موضوع انجام شده و حتی یه عده از مردم هم با اطمینان کامل معتقدن که موجودات فضایی این سازه‌ها رو ساختن. یکی دیگه از باورهای عجیب و غریبی که بعضیا بهش اعتقاد دارن اینه که فرعونه انسان‌های غول‌پیکری بودن، یعنی مثلا یه چیزی شبیه غولای انیمه اتک آن تایتان. به همین خاطر اونا میتونستن سنگ‌های بزرگ رو با دست بلند کنن و به راحتی جابجا کنن. شاید حتی سنگ‌ها رو از دور به سمت همدیگه پرتاب می‌کردن. ولی خب اینم یه باور غلطه. فرعونه اصلاً غول‌پیکر نبودن. اگه به مومیایی‌های فرعونه که توی موزه‌ها نگهداری میشن نگاه کنیم، می‌بینیم که اندامشون کاملاً عادی و شبیه انسان‌های امروزی بوده. همچنین تابوت‌ها و مقبره‌هاشون هم اندازه‌های معمولی داشتن. پس نه، فرعونه غول نبودن، اونا آدم‌های عادی بودن، فقط بدون شک استعداد و خلاقیت فوق‌العاده‌ای داشتن. حالا داستانی که همه ما توی بچگی شنیدیم این بوده که فرعونه سنگ‌ها رو از جنوب مصر به اینجا آوردن، یعنی 2 میلیون سنگ سنگین رو از مسافت‌های بسیار دور به این مکان منتقل کردن و بعدش برای ساختن هرم یه رمپ خاکی دور تا دور هرم درست کردن. اونها سنگ‌ها رو با قرقره‌های چوبی و طناب به بالای رمپ کشیدن و روی هم قرار دادن. این داستان رو خیلی ساده و سرسری از کنارش عبور میکنه، ولی بیایم یکم دقیق‌تر بررسیش کنیم. اول از همه از نظر علمی برای اجرای چنین روشی اون رمپ خاکی باید مثل یک سد بتونی بسیار محکم باشه، چون رمپ خاکی نمیتونه وزن 70 تنی رو تحمل کنه و به سادگی فرو میریزه. همچنین قرقره‌های چوبی هم تحمل چنین وزنی رو ندارن و واقعا نیاز به ابزارهای فلزی قوی و مستحکم داریم. پس حتی اگه فرض کنیم این روش اجرایی بوده، حجم رمپ خاکی که باید ساخته میشد چند برابر خود هرم میشده و بعد از ساخت باید اون رمپ ها و جاده ها رو تخریب میکردن بدون اینکه هیچ اثری ازشون باقی بمونه. جالبه که بعضی از پژوهشگران میگن ساختن و تخریب این رمپ ها و جاده ها خودش از ساخت هرم بزرگتر و پیچیده تر بوده. از نظر علمی هم حذف کامل این رمپ ها و جاده ها بدون به جا گذاشتن کوچکترین اثر تقریبا غیر ممکنه و خب تا به امروز هیچ اثری از این رمپ یا راههایی پیدا نشده. به همین دلیل این نظریه هرچند مشهور بوده اما خیلی قابل قبول نیست. یه فرضیه دیگه که اخیراً مطرح شده میگه شاید فرعونه برای حرکت دادن سنگ‌های بزرگ از یه ترفند ساده استفاده کرده باشن. مثلا چوب‌های زیر سنگ‌ها رو خیس می‌کردن تا استحکاک کاهش پیدا کنه و حرکت دادن سنگ‌ها آسان‌تر بشه. حالا درباره اینکه چطور این سنگ‌های بزرگ رو از جنوب مصر به جیزه منتقل کردن، بعضی پژوهشگران معتقدن که منطقه‌ای که الان توش بیابونه در اون زمان پر از کانال‌ها و شاخه‌های مختلف رود نیل بوده. بنابراین احتمال
احتمالاً سنگ‌ها رو روی قایق‌ها یا کلکه‌ها گذاشتن و از طریق آب به محل ساخت هرم آوردن. ولی حتی این نظریه هم خیلی کامل نیست و سوالات زیادی بی جواب میمونه. مهمترین سوالی که همچنان بی پاسخ مونده اینه که چطور فرعون این سنگ‌های عظیم رو به ارتفاعات سرسام‌آور بالای هرم رسوندن. نه جرثقیل داشتن، نه هواپیما، نه هیچ ابزار مدرنی. آیا ممکنه یه دستگاه خاصی داشتن که باعث می‌شده جاذبه در این منطقه مشخص از بین بره و سنگ‌ها به راحتی بلند بشن؟ مثلا سنگ رو از زمین جدا کنن و به راحتی سر جای خودش قرار بدن. البته اینم فقط یه تخیله، چون هیچ مدرکی برای اثبات چنین چیزی وجود نداره. حالا یه سوال دیگه، چطور این سنگ‌ها رو بدون استفاده از هیچ نوع ملاتی مثل سیمان روی هم قرار دادن؟ یه فرضیه قدیمی میگه فرعون از چیزی استفاده می‌کردن که بهش میگن خلأ هوا، یعنی بین دو سنگ هوا رو به نحوی تخلیه می‌کردن تا سنگ‌ها به شدت به هم بچسبن. ولی خب این فرضیه هم مدرک خاصی نداره و تخلیه هوا به چنین شکلی نیاز به تکنولوژی داره که در اون زمان بعید وجود داشته باشه. یکی از جالبترین چیزا درباره اهرام اینه که سطح سنگ‌ها چقدر دقیق و صافه. سنگ‌های استفاده شده در هرم به شکل مکعب‌ها یا مستطیل‌های بسیار منظم هستند. تصور کنید این مکعب‌ها باید با ابزارهای ابتدایی و ساده تراشیده می‌شدن. فقط صاف کردن سطح 2 میلیون سنگ، اون هم با این دقت، به نیروی کار عظیم و تلاش فوق‌العاده‌ای نیاز داره. بنابراین فرضیه‌ای که میگه این سنگ‌ها تراشیده شدن هم خیلی منطقی به نظر نمیرسه. حالا اگه بهتون بگم که اصلا سنگ‌ها رو نساختن بلکه ریختن، یعنی دقیقاً مثل ریختن بتون. این فرضیه رو دو پژوهشگر به نام‌های رافین دانکن و جوزف داوید وویتس مطرح کردن. این دو نفر میگن فرعون یه نوع مخلوط خاص و بلد بودن که از سنگ مصنوعی میساختن، سنگی که حتی از بتون امروزی هم محکم‌تر بوده. این مخلوط شامل گل رس و مواد شیمیایی خاصی بوده که تحت گرما قرار می گرفته و وقتی خشک می شده ظاهری دقیقا شبیه سنگ طبیعی پیدا می کرده و می تونسته هزاران سال دوام بیاره. با استفاده از این فرضیه ساده تقریبا تمام مشکلاتی که با نظریه‌های قبلی داشتیم حل میشن. نیازی به بریدن و تراشیدن دقیق سنگ‌ها نیست. نیازی به حمل سنگ‌ها از جنوب مصر نیست. نیازی به بلند کردن سنگ‌ها به ارتفاعات سرسام‌آور نیست. به همین سادگی. دانشمندان چطور به این نظریه رسیدن؟ ماجرا از جایی شروع شد که یه تیم پژوهشی داشت یه اتاق مخفی رو داخل هرم بررسی میکرد. اونها هرم رو با دستگاهی اسکن کردن و متوجه شدن که نتایج آزمایش‌ها کاملا متناقضه. تنها توضیح منطقی این بود که سنگ‌های هرم مقدار زیادی آب درون خودشون دارن. از نظر علمی چنین مقدار آبی نمیتونه توی سنگ طبیعی وجود داشته باشه. اینجا بود که ایده سنگ‌های مصنوعی مطرح شد. بعد از این کشف داوید وویتس یه آزمایش عملی انجام داد و سعی کرد یه مخلوط مشابه بسازه. نتیجه مثبت بود و اون تونست سنگ‌های مشابه سنگ‌های هرم بسازه. این سنگ‌ها حتی به طور طبیعی هم به هم چسبیدن. بنابراین ممکنه فرعون از این روش برای ساخت اهرام، معابد و حتی ستون‌های عظیم استفاده کرده باشن. نه سنگی تراشیدن، نه جابجا کردن، بلکه سنگ‌ها رو همونجا داخل قالب ریختن و ساختن. البته این فقط یه فرضیه است و نمیگیم که قطعاً این روشی که فرعون استفاده کردن. ممکنه در آینده نظریه‌های دقیق‌تری هم مطرح بشه. اما یه چیزی واضحه، فرعون در بعضی از زمینه‌های علمی به چنان دانشی رسیده بودن که حتی با تکنولوژی پیشرفته امروزی هم به سختی میتونیم بهشون نزدیک بشیم. و این بود پاسخ ما به این سوال که چطور فرعون اهرام‌ها رو ساختن. اگه این ویدیو براتون جالب بود فراموش نکنید که لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه اولین باره که ما رو میبینید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. منتظر قسمت‌های بعدی باشید.